این جوانان با تشکیل دادن یک تیم 25 نفری در جاده‌های شهر کابل نمایش‌های جالب را به وسیله موترهای ورزشی انجام می‌دهند. آنان می‌گویند که هدف از این نمایشات راهیابی به مسابقات بین المللی این رشته می باشد. آنان خواهان حمایت حکومت و کمیته ملی المپیک افغانستان در این زمینه می باشند. آرش نایب مربی این تیم به رادیو آزادی گفت آنان حتی جایی برای تمرین ندارند. با وجودی که جای نداریم بسیار با مشکلات مواجه هستیم. جایی که میریم مردم اذیتمون میسازن، اگه موتروان است، اگه سرباز ما شما است، یا مردم ما چند جای مواجه شدیم که موترهای ما را بسیار خسارتمند ساختن و حتی با بمبای موتر ما بالا شدن و دوستای ما را لطکوب کردن. با وجودی که هدف ما رشد افغانستان است، هدف ما رشد تیم ما است. مردم در شهر کابل این گونه حرکات با موترهای سپورتی را برای اولین بار در جاده‌های شهر تماشا می‌کنند. میر نصرت الله انصاری عضو این تیم میگوید آنان میتوانند موتر را در هر صورتی که باشد کنترل کنند، زیرا برایشان تجربه شده است و در موتر میتوانند بیشتر از 10 حرکت را به نمایش بگذارند. ترتیب بسیار زیاد مشکل است. ما با سعی و تلاش بسیار زیاد یگان حرکات و یا یگان کنترل موتر را یاد گرفتیم که بتانیم در سرعت زیاد چطور کنترل کنیم موتر و یا در سرعت زیاد که ما دور میخوریم چطور کنترل شوه موتر. اینا را بسیار زیاد مشکل است، ولی ما خوشبختانه تانستیم کم و کم یاد بگیریم. و ما پیشنهادم از دولت و از المپیکی است که بر ما یک فدراسیون جور کنه، فدراسیون اسپورتس کار، یعنی بتانیم که موترهای سپورتی را ما بدوانیم، مسابقات برگزار کنیم و بتانیم نمایش‌های خوب در افغانستان داشته باشیم. افغانستان هم از کشورهای خارج کم نیست. اگر ما بخوایم هر کار میتونیم، هر ورزش میتونیم پیش ببریم. با گفته مربی این تیم مردم نمایشات دیگر این موترهای ورزشی را با اشتراک تمام اعضایش عنقریب در شهر کابل تماشا خواهند کرد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.